اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان شریف در هر جای که حضور دارین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسند هستم که اليوم باز هم از طریق مرکز همکاری عزت افغانستان یکی از برنامه‌های انسان بزرگ و فکر بزرگ خدمت شما تقدیم می‌نمایم. چنانچه شما می‌دانید نیت و عمل انسان دو قضیه است که در مقابل همدیگر قرار دارد و از نظر عملی هر دو قضیه، هم نیت هم عمل، اثبات کننده همدیگر می باشد. انسان های بزرگ همیشه نیت خیر و فلاح داشته می باشد. انسان های بزرگ همیشه برای انسانیت فکر می کند. انسان های بزرگ به خاطر زنده ماندن و عزت بخشیدن به سایر مخلوقات فکر می کند. لکن برعکس انسان های کوچک و انسان های خرد، ولو که از نظر هیکل زیبا هم باشند و از نظر تمامی امکانات هم تمام تسهیلات در دسترس باشه، اما وقتی که سوء نیت داشته می باشه یا البته به اتجاه دیگران را نادیده می گیرد، در اون صورت او انسان کوچک پنداشته میشه. انسان های بزرگ همیشه بر مبنای نیتشان و بر مبنای اخلاق ورزیشان، که اخلاق ورزی در واقعیت تمثیل از نیت انسان میکنه و نیت انسان بزرگترین و برجسته‌ترین عنصر در داخل انسان است. ما وقتی که در سراغ انسان‌های نیک جستجو بکنیم، ما می‌بینیم که نیت تمامی فضیلت‌های یک انسان برجسته می‌سازد و موضوع نیت به تعلیم و تحصیل و به دارایی و به دیگر قضایا مربوط و منوط نیست، بلکه یک داده الهی متعال است که به هر انسان او را ارزانی داشته و او را من حیث یک توفه خداوند تبارک تعالی به انسانایی که مخیر هستند، به انسانایی که خیر رسان هستند، به انسانایی که شب و روز در فکر دیگران هستند، به او خداوند تبارک تعالی او را هدیه دادند. و از طرف دیگه وقتی که ما مسئولیت بزرگ انسانی را مورد ارزیابی قرار میدیم که انسان خلیفت الله فی الارض است، بنابراین این مسئولیت متوجه میشه به هر انسانی. هر انسان در باب قدرت خود یا در محدوده قدرت خود این مسئولیت و این مکلفیت داره که در خدمت بشر و غیر بشر قرار داشته باشه. آن چیزی که در این جهان قابل دید است، قابل لمس است، انسان ها مکلف و موظف است که به فکر فلاح و خیر او باشه. چه حیوانات است، چه پرندگان است، چه نباتات است و چه انسان هاست. با ویژه انسان ها به خاطر از که کلمه خلیفت الله فی الارض معنایش مدیریت زمین است، زعامت زمین است و همچنان ریاست زمین است. به این معنا که زمین و زمان همهش برای ما یک امانتی است که از طرف الله متعال این حواله شده. ما هم در حفاظت زمین و تمام عناصری که در زمین وجود داره و هم در ترقی و تعالی و مسئولیت داریم، چون که این مسئولیت بزرگه خداوند تبارک تعالی به مو عنصری که ما روی زو بحث میکنیم به انسان بزرگ او را حواله کرده. انسان بزرگ با فکر بزرگ همیشه به خاطر فلاح و بیبودی دیگران فکر میکنه، به خاطر سعادتمندی تنها نه انسان ها بلکه برای سعادتمندی حتی حیوانات هم فکر میکنن، برای خوشبختی نباتات هم فکر میکنه. همه چیزها در این دنیا قیمت دارد، همه چیزها روی تلاش ها البته در دسترس مردم قرار میگیره، همه چیزها به آسانی به دست نمیه، همه چیزها یک پلان و نقشه و دکترین نیاز داره که برای هر هدف ما انسان ها برای زو نقشه ترسیم میکنیم، پلان میسنجیم و او را برنامه‌ریزی میکنیم، برای زو اجندا میسازیم و او را مورد تطبیق قرار میدیم. شما اگر شگفت انگیزه های انسانی یا پیشرفت های انسانی یا ترقی انسانی را از نظر استپ بای استپ یا قدم به قدم تو به شکل تاریخی مورد ارزیابی قرار میدین، میبینین که انسان ها دمی دور تاریخی که از حجر یا از زمان
که انسان ها از نقطه صفر آغاز میکنه، یا مرحله که انسان ها از سنگ موضوعات را ترتیب و تنظیم میکنه الی مرحله فلزات میرسه که ما در این مرحله قرار داریم. بنان میبینی که همهش وابسته به تلاش های انسان هاست و انسان ها به طور مجموع در این دنیا نگاه خیر داشته می باشند، نگاه مثبت داشته می باشند، مگر ای که شرایط و ضوابط اونها را تغییر میده، مگر ای که هوا و نفس اونها را تغییر میده، مگر ای که حکام ظالم اونها را تغییر میده، مگر ای که یک سری اختلافات و یک سری نزاعها و یک سری رقابت‌های منفی بر سر ملکیت و به خاطر صلاحیت و حاکمیت و ثروت اینا را تغییر میده. در به طور مجموع انسان امو عنصر مثبتی است که علی متعال انسان را البته صلاحیت خلافت زمین را به او البته لازم دانسته. یعنی خداوند تبارک تعالی با مو حکمتی که داره این درک میکنه که هر انسان این صلاحیت داره تا در خدمت زمین باشه. و از نظر عملی هم ما میبینیم که امروز دنیا آباد است و امروز ما میبینیم که روز به روز انسان به سمت ترقی و تعالی در حرکت است و این کلش شالوده یا ثمر امو تفکر انسانهای بزرگ و فکر بزرگ است. انسانهای بزرگ و فکر بزرگ همیشه به خاطر فلاح و سعادت تمامی بشریت و دیگر موجودات فکر میکنه و با مخاطره است که امروز ما اختراعات بزرگ مثل برق و مثلا استیشن مترو یا موضوعات ترانسپورتی یا فرض کنیم موضوعات طبی یا موضوعات زراعت و دیگر تمامی تکنولوژی که مد نظر میگیریم در اینجا نقش انسان‌های بزرگ و فکر بزرگ به وضاحت دیده میشه. بنان این امو یک قاعده بسیار عمومی است که تعمیر بسیار سخت است و تخریب بسیار آسان است. ما شما اگر به نظر عملی این قضیه مورد ارزیابی قرار میتیم، مثلا ما یک موبایل در دسترس خود داریم، اگر این موبایل ما بتونیم بخوایم او را تخریب بکنیم در لحظات یا در محدوده یک دقیقه میتونیم او را تخریب بکنیم. یک چکش میگیریم یا یک سنگ کلان میگیریم به موبایل حواله میکنیم، موبایل پارچه پارچه میشه، از بین میره. این همون منقوله که تخریب بسیار آسان است، این یک واقعیت است و همچنان تعبیر بسیار مشکل است. و همین موبایل اگر ما بخوایم که بسازیم، مجبور و مکلف هستیم که برای یک کمپانی بسازیم، انجینیرها را در اینجا ما البته وظیفه بتیم، یک عالم پول مصرف میکنیم تا ای که ما یک شرکت میسازیم، موبایل میسازیم. یعنی ساختن یک موبایل سالها یا ساعتها یا ماهها طول میکشه، وقت ما در او مصرف میشه، پول ما در او مصرف میشه، تلاش های ما در او مصرف میشه، بالاخره ما موفق میشیم یک موبایل میسازیم. و این بسیار یک مثال البته عملی و میدانی است که در موضوع انسان بزرگ و فکر بزرگ تطابق میکنه. انسان های بزرگ همیشه برای تعمیر فکر میکنه، به خاطر سعادت و فلاح و بهبودی همه کائنات و همه انسان ها فکر میکنه، ولی انسان های کوچکندیش اونا همیشه به تخریب انسان ها فکر میکنه، به تخریب جامعه فکر میکنه که بزرگترین مثالش گروه های تروریستی است، گروه های آدم کشی است، شبکه های مخالف استخباراتی انسان کشی است که به خاطر از بین بردن انسان ها، به خاطر از بین بردن ارزش ها، به خاطر از بین بردن پیوند انسانی یا محبتی که انسان ها با هم دارند یا صمیمیتی که انسان ها با هم دارند یا البته احترامی که انسان ها با هم دیگر دارند یا روح همکاری که با هم دیگر دارند، این گروه ها چی میکنه؟ این را تخریب میکنه، این را از بین میبره. و قسمی که در مثال خدمت شما عرض کردم از بین بردن البته یک عنصر یا یک پدیده مثبت خیلی آسان است و با مخاطرم است که این بسیار قابل دسترس است و قابل فهم و قابل لمس است که تخریب خیلی آسان است. هر چیزی را که انسان بخواد تخریب کنه بسیار به سادگی میتونه تخریب بکنه. وحدت را، یک پارچگی را، انسانیت را، اخلاق را، تمام دستاوردها را، پولها و ذخایر خود را و انسانیت خود را، اخلاق خود را بسیار به سادگی آدم میتونه که از بین ببره، چون تخریب خیلی آسان است. و انسان هایی که اونا کوچک اندیش هستند، انسان هایی که
خلاف انسان بزرگ و فکر بزرگ هستند، به اینمی فعالیت ها مشغول و مصروف هستند، در حالی که تعداد اینها در جهان بسیار اندک است، بسیار کم است. ممکن است که انسان های تخریب کار در سطح جهان 5% و 6% باشه، لکن متاسفانه چون که امی 5% میتونه که جهان کاملا دگرگون کنه، تخریب بکنه، بدون شک این تاثیر میگذاره. یک مثال دیگه خدمت شما عرض میکنم، مثلا ساختن بم های اتم به خاطر از بین بردن انسانیت. الان شما فکر کنین که 5% یا 10% از یک سری انسان های مضر، یک انسان های فاسد، یک انسان هایی که فاقد ارزش های اخلاقی انسانی هستند، اینا چی میکنن؟ میلیاردها و تریلیون دلار به خاطر ساخت و ساز بمب اتم استفاده کردن در طول 200 سال. ما میبینیم که اینها همواره تلاش میکنن که تا این دنیا را از بین ببرن، انسانیت از بین ببرن، که حتی در بعضی اماکن استفاده هم کردن. اینالی ما شما در اینجا درک میکنیم که تخریب واقعا خیلی یک کار آسان است و یک خیلی کار ساده است، و این تخریب کارها بم های اتم میسازند، برنامه های تفریق ملت ها را میسازند، برنامه های تخریب و تضعیف انسانیت را میسازند، برنامه ها و پلان های شوب اختلافات میان ادیان، میان اقوام، میان زبان ها، میان ملیت ها، میان تمدن ها، فرهنگ ها را اینا برا میندازن و از او سو استفاده میکنن. در حالی که تمام تخریب کارهای جهان را اگر ما یک قضاوت درست بکنیم 10% بالا نیست، اما 90% که به تعمیر انسان فکر میکنه و اونا هم خوشبختانه موفقیت های بزرگ را اینا حاصل کردن، که عبارت از امروز مجلل بودن دنیاست، پیشرفت و ترقی دنیاست، و همچنان آسایشی که ما امروز از او استفاده میکنیم و زندگی میسور و آسان را که امروز به ما در دسترس ما قرار داره، همهش حاصل انسان های مثبت‌گرا هستند. دیگر انسان هایی که فکر بزرگ و البته شخصیت بزرگ داره، اونا همیشه مخیر می باشند، همیشه در خیر و فلاح دیگران می باشند و همیشه دنیا روی آنها آباد می باشه. باز هم تکرار میکنم که انسان بزرگ، فکر بزرگ، با تحصیل و با دانش و همچنان به موضوعات مالی و قومی و سمتی و حزبی استوار نیست، بلکه یک پدیده ای است که اولا یک هدیه الهی متعال است، ثانیا اکتساب خود شخص است، تجربه حاصل کردن تجربه خود شخص است، و نبوغ درایت فهم خودش یک شخص است، که یک شخص خودش وقتی که تمام تجارب مشاهده میکنه، از تجارب میآموزه، مثبت و منفی را از هم تفکیک میکنه و به خاطر پلان ها و نقشه های آینده خود از او تجربه استفاده میکنه. اینمی یک مسیری است که انسان های بزرگ که فکر بزرگ دارن اینا برجسته میشن و در آسایش و خلقت تسهیلات زندگی همه را کمک میکنن. به می اندازه اکتفا میکنیم، انشالله که در برنامه بعدی هم در خدمت شما قرار داشته می باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.